پارت آموزشی میخوام در مورد تعریف حسابداری صحبت کنم. تعریف حسابداری میخوام بگیم که حسابداری اصلا یعنی چی؟ حسابداری از زمان قبل به یه فن هنر می‌دونستن، ولی از امروز که امروز یک دانشی میدونن. یعنی میگن حسابداری دانشی است که یعنی در واقع سیستم اطلاعاتی هستش که با به کارگیری آن معامله و رویدادهای مالی شامل 5 مرحله میشه. پس میگیم تعریف حسابداری: 1. جمع آوری اطلاعات در واقع اسناد و مدارک حسابداری. 2. تجزیه و تحلیل. 3. طبقه بندی. 4. ثبت. و 5. در قالب یک گزارش به مدیر ارائه می شود. پس تعریف حسابداری شامل 5 مرحله است: جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل، طبقه بندی، ثبت و در قالب یک گزارش مدیر ارائه. حالا من میخوام 5 مرحله رو براتون باز کنم، این جملات رو به زبان عامیانه به شما توضیح بدم. خب اولین گزینه یعنی چی؟ اولین گزینه یعنی شما سندهای حسابداری، تمام مدارکی که به شما میدن مثل فیش بانکی، در واقع واریزی‌های بانکی، انتقال بانکی ها به شما باید تحویل داده بشه. مثل فاکتور خرید و فروش باید به حسابدار تحویل داده بشه. مثل در واقع هزینه‌هایی که برای شرکت انجام میشه، یا وصول چک‌هایی که برای شرکت‌ها، برگشت چک‌ها، اینا همشون انجام میشه و ما باید حسابدار در جریان باشه و از به حسابدار تحویل داده بشه. 2. تجزیه و تحلیل یعنی چی؟ یعنی تو این قسمت ما اینا رو جمع‌آوری کردیم، حالا میخوام بگیم اینا افزایش پیدا کردیم، کاهش پیدا کردیم. حالا افزایش و کاهش چی؟ افزایش و کاهش دارایی، بدهی، سرمایه است. پس ما تو حسابداری افزایش و کاهشمون خیلی اهمیت داره تو این 3 مرحله که در آینده بازم اینو من توضیح میدم، اینو باز میکنم که یعنی چی دارایی، بدهی. نگران قضیه نباشید. توی طبقه بندی یعنی چی؟ طبقه بندی یعنی تا حالا تو متوجه شدی افزایش و کاهش چیه؟ میخوام بگی تو قالب، حالا توی قالب دارایی، یعنی تو دسته دارایی ها قرار داره، یا تو دسته بدهی ها قرار داره، یا سرمایه. حالا یکم بیشترش کنم، تو خرید، فروش، تو درآمد هاست یا هزینه هاست. تو کدوم طبقه بندی قرار داره؟ توی قسمت ثبت که ما میخوام ثبت انجام بدیم، من میخوام بگم که تو چه در واقع سندهایی ثبت میشه. 1. اول میام ثبت حسابداری انجام میدیم، ثبت سند حسابداری در واقع بهش میگم. 2. میخوام که فاکتورهامو تو فاکتور خرید و فروش ارائه بدم. دیگه چه کارهایی میتونم تو ثبت انجام بدم؟ در دفتر روزنامه بنویسمش، در دفتر کل انتقالش بدم و در واقع میتونم مثلا چک ها رو تو وصول چک قرار بدم، برگشت چک ها رو تو وصول چک قرار بدم. حالا ما میخوایم گزارش بگیریم، همه این مراحل رو انجام بدیم که یک گزارش کلی بهتون به یک مدیر ارائه بدیم. یک گزارشی که داریم: صورت سود و زیان. 2. ترازنامه. 3. صورت گردش وجوه نقد. 4. صورت سرمایه. و یک گزارش جدیدی هم که اعلام شده، صورت مالکانه.
من در آینده همه این گزارش‌ها رو باز میکنم، بهتون توضیح میدم که اینا شامل چه چیزهایی هستن. حالا از تعریف حسابداری شد چی؟ دانشی است که با به کارگیری آن اطلاعات جمع‌آوری میشه، تجزیه و تحلیل میشه، طبقه بندی میشه، ثبت میشه، در قالب یک گزارش به مدیر ارائه میشه. خب حالا ما اینو اومدیم تعریف کردیم، گفتیم چه چیزایی شامل چه چیزایی هست؟ شامل اولین گزینه واریزی بانکی، فیش بانکی، فاکتور خرید و فروش، هزینه‌ها، وصول چک و برگشت چک. تجزیه و تحلیل توضیح دادم، گفتم افزایش یا کاهشه. یعنی چی افزایش و کاهشه؟ یعنی تو دارایی افزایش پیدا کرده، تو بدهی کاهش پیدا کرده، تو سرمایه افزایش و کاهش داشته. توضیح دادیم که این تجزیه و تحلیل یعنی چی. حالا اومدیم طبقه بندی ها رو باز کردیم. طبقه بندی یعنی دارایی، تو دسته دارایی، دسته بدهی، دسته سرمایه، خرید و فروش، درآمد یا هزینه ها. بچه‌ها نگران این قضیه نباشید که این مباحث ها چیا هستن. ما داریم تعریف حسابداری می‌کنیم. تعریف حسابداری شامل این 5 مرحله است. من این 5 مرحله رو باز کردم تا شما بهتر اون مطالب رو توی ذهنتون داشته باشید. توی ثبت سند حسابداری ما ثبت می‌خوایم بکنیم، در واقع ثبت کنیم در اون اطلاعاتمون رو توی سند حسابداری، تو فاکتور خرید و فروش، دفتر روزنامه، دفتر کد یا وصول چک ها. و در قالب یک گزارشگیری هایی که مدیر از ما میخواد: 1 صورت سودوزیان، 2 ترازنامه، 3 گردش وجوه نقد، 4 صورت سرمایه و صورت مالکانه. در آینده همه این گزارشگیری ها باز میشه و به شما یاد میدیم که این گزارش ها چجوری به مدیر ارائه بدیم. پس بازم میگم تعریف حسابداری یک بار دیگه دانشی است که با به کارگیری اطلاعات جمع‌آوری میشه، تجزیه و تحلیل میشه، طبقه بندی میشه، ثبت میشه و در قالب یک گزارش ارائه میده. حالا ما میخوایم تو پارت بعدی در مورد مؤسسات حسابداری صحبت کنیم.